نشریه یک چوپ اکاترینبورگ درباره سمیجون عبداللویف، یک مرد زوده تاجیکستان، قصه کرد که او همراه همسرش 8 کودک از 7 ملت گوناگون را به فرزندی خوانده است. اسم این عائله در اول ماه اکتبر زمان ورد زبانها شد که خانه و ماشین و اسنادهای آنها در شهر بالشوی استوک در 27 کیلومتری اکاترینبورگ به کام آتش رفت و این عائله گوناگون ملت عبارت از 10 نفر در کوچه ماند. اخیراً بنیاد خیریه فوند سویاتوی اکاترینی مربوط به میلیاردر روس ایگور التوشین به خانواده عبداللویف‌ها در شهرک بالشوی استوک خانه نو خرید. مقامات اکاترینبورگ میگویند که این عائله گوناگون ملت الکی تا سال نو در منزل نو خود بوریوکوبان خواهد کرد. سمیجون عبداللویف در یتیمخانه به وایه رسیده آموزشگاه حربی ولسک را ختم کرده است و در ارتش اتحاد شوروی و سپس در نیروهای مسلح روسیه به حیث خلبان حربی خدمت کرده است. من خودم که در یتیمخانه به وایه رسیدم، وقتی که به یتیمخانه افتادم تمام مشقت زندگی در یتیمخانه را به چشم خود دیدم و همان وقت قول داده بودم که حتما از یتیمخانه کودکی را گرفته به وایه میرسانم. نقل کرده سمیجون عبداللویف به نشریه A1. بعد به نفقه برآمدن سمیجون و همسرش ابتدا سال 2008 کودکی را که والدانش از بار او گذشته بودند به فرزندی گرفتند و مصور نام گذاشتند. بعدا معلوم شد که مصور بیماری فلج دارد و راه گشتن نمیتواند. طبیبان به عبداللویف مشوره دادند که یگان کودک نوزاد را باز به فرزندی بخوانند تا مصور به حرکت‌های او و چطور به وای رسیدنش توجه کند و این به رشد مصور کمک میکند. همین طور ما ارسنی را به فرزندی خواندیم، سپس 2 کودک، سیوم، چهارم، پنجم، حالا ما 8 کودک را تربیت میکنیم، میگوید سمیجون عبداللویف.